شوت آغاز بازی رأس ساعت 14:32 زده میشه. الیاس صالحی به دنبال توپ، موفق‌تر مدافعین تیم کیانسام عزیزپور به میانه‌های میدان با علی مصطفایی، توپ او از دست میره. یار شماره 3 همچنان صاحب توپ به سمت راست میبرن. میساقیان موفق و پرتابی که برای داموشیا در همین دقایق ابتدایی بازی به دست میاد. خود میساقیان رفته که پرتاب اوت رو انجام بده برای داموشی‌ها. پرتاب بلند رو انجام میده. ضربه سر رو مدافعین تیم کیانسام میزنن. دوباره خود میساقیان، ارسال انجام شده. پشت محوطه جریمه توپ رو به سعید طالبی میرسونن. صفایی با شوت رو بزنه. یک شوت و توپی که با فاصله زیاد به بیرون میره. رای دروازه تیم کیانسام نمیشه. موقعیت خوبی بود که داموشیا پشت محوطه جریمه ایجاد کردن و میلاد صفایی با شوت خودش میرفت که دروازه تیم کیانسام رو تهدید کنه. سعید طالبی که بر روی زمین افتاده و امیدواریم که بتونه به بازی ادامه بده. در دو بازی اول تیم داماش حاضر نبود و نتونست تیم داماش رو همراهی کنه. سعید طالبی که بازبند کاپیتانی هم بر بازوان خودش بسته در این دیدار. بازی رو باید دروازه‌بان تیم کیانسام آغاز کنه. کوتاه با یار شماره 44. داور بازی از سنگربان تیم کیانسام میخواد که بازی رو با سوت او آغاز کنه. خود رامین رمزی توپ ارسالی او به یار شماره 77 احمد رضا محمد نژاد میرسه. علی مصطفایی از داماش صاحب توپ، یه پاس توی عمق داخل محوطه جریمه، اثری رو مهاجم تیم داماش محروقی میذاره و پرتاب به سود بازیکنان تیم کیانسام بابل اعلام میشه. کوتاه کار میکنه با رمزی، دوباره قلیایی توپ رو از دست میده. علی مصطفایی از داماش پشت محوطه جریمه عزیزپور، پاسای تک ضربی که ما بین بازیکن تیم داماش رد و بدل میشه. شوتی رو که علیزاده زد با فاصله زیاد به بیرون رفت. خب من ترکیب تیم کیانسام بابل رو هم خدمتتون عرض کنم. رامین رمزی در دروازه اونا قرار گرفته. زاره باباخانی، دلاوریان، جواد رضا نژاد، علی نژاد، غلامی، بابایی، قلیایی، قبادی و محمد نژاد 11 بازیکن تیم کیانسام بابل رو تشکیل میدن. رمزی پشت توپ، ضربه او میانهای میدان رو رد نمیکنه و توپ بازیکن تیم داماش رسیده. دلاور ضربه سر اول رو میزنه و خطا به سود بازیکن تیم کیانسام اعلام میشه. تیم داماش از دو بازی ابتدایی خودش 2 تساوی رو کسب کرده و با 2 امتیاز در رتبه 8 جدول قرار گرفته و کیانسام بابل هم از 2 بازی خودش 1 برد رو به دست آورده و با 3 امتیاز در رتبه 7 جدول قرار گرفته. یار شماره 3 سعید زاره پشت توپ قرار گرفته. بلند ارسال رو انجام میده داخل محوطه جریمه داماش. همچنان بازیکن تیم کیانسام صاحب توپ
صفایی ارسال بلند رو انجام میده. 6 دلاوریان رو به عقب کار میکنه با سنگربان خودشون. رمزی بلند ارسال رو انجام میده. باز هم ضربه سر اول رو دلاور زده. محروقی با ضربه سر توپ رو به صفایی رسون. صالحی همچنان به دنبال توپ و توپی که رو پای مدافع تیم کیانسام جمع و جور نمیشه و توپ به بیرون میره و پرتاب به سود داماشی هاست. من عذرخواهی میکنم، کورنر به سوی داماشی ها اعلام شده و میساقیان رفته که این ارسال رو انجام بده. تمامی مدافعین بلندقد داماش هم به محوطه جریمه تیم کیانسام اومدن و میخوان از این ضربه کاشته نهایت استفاده رو ببرن. بازیکن تیم داماش میساقیان ارسال بلند خطرناک داخل محوطه جریمه و اعلام خطا میشه از محروقی که میخواست با یک حرکت نمایشی ضربه آخر رو بزنه. دارن پای او با سر مدافعین تیم کیانسام برخورد کرده و خطا اعلام شده. رمزی باید بازی رو آغاز کنه. بلند به زمین تیم داماش. موفق‌تر عزیزپور. پرتاب بلند رو انجام میده. خیری به زیر توپ میزنه. صالحی ضربه سر رو زده. 3 زاره. خود زاره توپ بلند به پشت مدافعین تیم داماش و اشکان توانایی که اومد توپ رو جمع و جور کرد. بازی رو تند و تیز آغاز میکنه. خود توانا دوباره زاره ضربه سر رو زده. علیزاده در میانه های میدان جنای بازی رو تغییر میده برای صالحی. خود صالحی به دنبال توپ. یا شماره 77 محمد نجات توپ رو برداشت و یک تیکه به جلو میاره. عزیزپور میاد و به این قائله خاتمه میده. مدافع راست تیم داماش پرتاب اوتی رو که باید عزیزپور بر داماشی ها انجام بده. اشکان توانا هم احساس مسئولیت میکنه. سنگربان با تجربه تیم داماش. کادر پزشکی تیم داماش هم میره به زمین و تا به وضعیت آقای توانا رسیدگی بشه. کادر فنی تیم داماش با بازیکن خودشون صحبت میکنن، نکات فنی رو به اونا گوشزد دارن میکنن. علیرضا نظیفکار، آقای صداقت با علی مصطفایی صحبت‌هایی رو انجام میدن و توانایی که بر روی زمین افتاده و امیدواریم که بتونه به بازی ادامه میده. خب و هم بلند میشه و میتونه به بازی ادامه بده. اشکان توانا بازی رو باید عزیزپور آغاز کنه. پرتاب رو بلند انجام میده. ضربه سر رو مدافعین تیم کیانسام میزنن. علیزاده با صفایی. صالحی و باز هم چم جلوتر پرتاب به سود داماشی هاست.
خود عزیزپور باز هم پرتاب بلند برای محروقی، باز هم پرتاب به سود داماشی هاست. این بار میساقیان اومده که پرتاب بلند رو به داخل محوطه جریمه انجام بده. بهتاش میساقیانی که پرتابای بلند خوبی رو انجام میده. خود میساقیان بلند به محوطه جریمه کیانسام، تو اونجا یه لحظه با دست مدافعین تیم کیانسام برخورد کرد و قاضی بازی دستور ادامه بازی رو داده. رمزی بازی رو تند و تیز آغاز میکنه. سعید طالبی با ضربه سر، یار شماره 11 ایمان علیزاده مشایعت کرد که توپ به بیرون بره و پرتاب به سود بازیکنان تیم کیانسام. پرتاب رو انجام میدن. باز هم علیزاده توپ رو از دست میده. مصطفی از داماش، دلاوریان جنای بازی رو تغییر میده. برای یار شماره 77 محمد نژاد، ارسال بلند به داخل محوطه جریمه تیم داماش که توپ اونا رو توانا آروم و خونسر جمع کرد. بلند به زمین تیم کیانسام، ضربه سر رو 23 بابایی زد. جنای بازی رو تغییر میدن برای علیزاده. خود علیزاده صاحب توپ، یار شماره 6 به سمت راست میبره. موفق‌تر سعید طالبی توپ رو به علی مصطفی سپرده. مصطفی مدافع مقابل خودش رو از پیش رو برمی‌داره و به خطا او رو متوقف میکنن مدافعین تیم کیانسام. میساقیان باید بازی رو آغاز کنه. در عرض کار میکنه با حسین خیری. پاس رو به عقب با توانا. علیزاده دوباره با خیری به زیر توپ میزنه برای صالحی. یه لحظه اعتقاد داشت که بر روی او خطای انجام شده. 44 کیانوش قلیایی توپ رو به بیرون میزنه. پرتاب به سود داماشی هاست. اعلام خطا میشه بر روی صالحی. موقعیت خوبی که برای داماشی ها به دست اومده. میساقیان و صفایی پشت توپ قرار گرفتن. 14 دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار بدون گل داره دنبال میشه. میساقیان ارسال بلند رو انجام میده. به تیر دوم علیزاده ضربه سر رو میزنه و توپ او یک تیکه به بیرون میره. یه مقدار وزش باد روی ارسال میساقیان تاثیر رو گذاشت و شتاب توپ او رو بالا برد. رمزی باید بازی رو آغاز کنه. بلند به زمین تیم داماش. باز هم دلاور ضربه سر اول رو میزنه. طالبی رو به عقب با میساقیان اشتباه میکنه و توپ رو از دست میده. موقعیت خوب برای بازیکن تیم کیانسام. پشت محوطه جریمه خطرناک، نباید بزن شوت رو بزنه. صفایی میاد و با تکل خودش یه جورایی ممانعت کرد. موقعیت خوبی بود برای بازیکن تیم کیانسام. دوباره پشت محوطه جریمه دلاور
و اعلام خطا میشه. درست چسبیده به محوطه جریمه به سود بازیکنان تیم کیانسام و اعتراضاتی رو که طالبی و علیزاده به تصمیم داور بازی دارن. موقعیت بسیار خوبی است که در دقیقه 16 بازی به سود کیانسامیا به دست اومده و باید ببینیم چگونه از این موقعیت خودشون استفاده میکنن. توانا دیوار دفاعی خودش رو میچینه و از مدافعین میخواد که به حرف او گوش کنن. (21) غلامی و یار شماره 77 محمد نژاد پشت توپ قرار گرفتن. باید ببینیم چگونه از این موقعیت استفاده میکنن. موقعیت بسیار خوبی است. 21 ضربه رو میزنه خطرناک و توپو با اختلاف به بیرون میره. یه نفس راحت رو داماشی‌ها میکشن در این لحظات. توانا باید بازی رو آغاز کنه. یار شماره 10 رضا نژاده که بر روی زمین افتاد و باید ببینیم میتونه بازی ادامه بده یا خیر. خدمتتون عرض کنیم که ما تیم داماش در هفته آینده روز پنجشنبه میزبان تیم شهرداری نوشهر و در هفته پنجم هم در روز جمعه باز هم میزبان تیم شهرداری بندرعباس است و در هفته ششم در شهر کرج باید به مصاف تیم رزکان کرج بره. تیم داماش گیلان امیدواریم که اولین سه خودش رو از این بازی دشت کنن بازیکنان تیم داماش. رضا نژاد بلند میشه و به بیرون زمین میاد که به او رسیدگی کنن. توانا باید بازی رو آغاز کنه. بلند به زمین تیم کیانسام. ضربه سر رو مدافعین تیم کیانسام زدن. خطا اعلام میشه به سوی داماشی‌ها درست در نقطه میانی میدان بر روی صفایی. دقیقه 19 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. بازی که با حساب بدون گل داره دنبال میشه. خیری ضربه سر رو میزنه. پرتاب به سود داماشی هاست و اعتراضاتی رو که کادر فنی تیم کیانسام میکنه اعتقاد داشتن که پرتاب به سود اونها اعلام میشده. عزیزپور پرتاب رو انجام میده. خطا به سود داماشی ها اعلام شده. میلاد صفایی پشت توپ قرار گرفته. کوتاه کار میکنه با صالحی. خود صالحی یعنی مقابل خودش رو از پیش رو برمیداره، او رو به خطا متوقف میکنن. الیاس صالحی که خوش تکنیک نشون داده در این دو بازی اولی که انجام داده بود و یک پنالتی هم برای داماشی‌ها در بازی قبل گرفته بود.
صفایی و میثاقیان رفتن که ضربه آزاد رو برای داماشی‌ها بزنن. موقعیت خوبی است برای داماشی‌ها. صفایی ارسال بلند رو انجام میده، ضربه سر رو دلاور میزنه. علیزاده دوره ارسال خطرناک داخل محوطه جریمه و اعلام خطا میشه از مدافعین داماش بر روی یار شماره 21 غلامی. موقعیت خوبی بود که برای داماشی‌ها لحظاتی قبل از دست رفت. رمزی باید بازی رو آغاز کنه. بلند به زمین تیم داماش، خیری به زیر توپ میزنه. محمد نژاد توپ رو به یار شماره 10 رضا نژاد رسوند و یک اوت رو از بازیکن تیم داماش گرفت. رضا نژاد جوان خود جواد رضا نژاد اومده که پرتاب بلند رو انجام بده. پرتاب رو انجام میده، ضربه سر رو عزیزپور میزنه. یار شماره 6 خطرناک ضربه رو میزنه و برگشت داده میشه. دوباره رضا نژاد بلند، ضربه سر از میثاقیان. حالا یک ضربه بی هدف که توپ او به بیرون میره. لحظاتی بود که روی دروازه داماش داشتن حمله‌ای رو ایجاد میکردن و ضربه ای رو که یار شماره 44 قلیایی زد به بیرون رفت. اشکان توانا باید بازی رو آغاز کنه. بلند محروقی ضربه سر رو میزنه. محمد نژاد توپ او با برخورد به عزیزپور بیرون رفت و پرتاب رو دو بازیکنان کیانسام انجام بدن. غلیایی پرتاب اوت رو باید انجام بده. بلند پرتاب رو انجام میده. خیری ضربه سر اول رو میزنه. چند نیم جلوتر دوباره پرتاب به سود بازیکن تیم کیانسام اعلام شده. این بار کوتاه پرتاب اوت رو انجام میدن. خیری از داماش بلند، صالحی ضربه سر رو میزنه. محروقی دوباره صالحی پرتاب به سود بازیکن تیم داماش. میثاقیان اومده که پرتاب بلند رو انجام بده. خود میثاقیان دورخیز رو انجام داده. پرتاب بلند داخل محوطه جریمه ضربه سر رو دلاور زد. یک شوت از صفایی بلوکه میشه و چندین جلوتر باز هم پرتاب به سود داماشی ها.
بهتاش میساقیان رفته که باز هم پرتاب بلند رو انجام بده. داخل محوطه جریمه دفع توپ از مدافعین تیم کیانسام. سعید طالبی توپ رو دست میده، یار شماره 11 علی نژاد موفق‌تر مدافعین تیم داماش و دستوت خودش میدمه داور بازی محروقی که داخل محوطه جریمه تیم کیانسام نقش زمین شد و رفته به او رسیدگی کنه. احساس میکنیم که سر او حالا یه مقدار تنش مابین کادرهای فنی دو تیم به وجود اومده و باید ببینیم چجوری این جریان بازی پیش میره. امیدواریم که احسان محروقی بتونه به بازی ادامه بده. ظاهرا سر او دچار مسئولیت شده و این بازیکن جوان نقش زمین و احسان معروقی هم از زمین بلند میشه و ظاهرا میتونه به بازی ادامه بده. حالا قاضی میدان به نزد کمک خودش میاد و جویای این اتفاقات پیش افتاده کنار زمین باشه. حالا یه کارت زرد رو قاضی میدان به رضا امیدی میده. آقای میساقیان با قاضی میدان صحبت میکنه و دقیقه 28 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. بازی که داره بدون گل دنبال میشه. حالا آقای میساقیان هم به حضور هوادارا در داخل استادیوم اعتراضی رو انجام میده. طبق ابلاغیه سازمان لیگ هفته ابتدایی مسابقات لیگ دسته دوم باید بدون حضور هوادار برگزار میشد و ظاهرا چند هوادار در استادیوم حضور دارن و ناظر بازی هم داره به این موضوع رسیدگی میکنه و از اونها میخواد که استادیوم رو ترک کنن تا هرچه زودتر بازی به جریان در بیاد. دقایقی است که بازی متوقف شده و دارن به همین مسائل رسیدگی میکنن. ناظر این بازی هم از هواداران میخواد که جایگاه ویژه برن و بازی رو از اونجا نظاره‌گر باشن. خب بعد از دقایقی تعلل
سوت بازی زده میشه. بازی رو آغاز میکنن یعنی بازیکنان تیم کیانسام. بابایی ارسال بی هدف رو انجام میده. توانا صاحب توپ شده. خود اشکان توانا باید بازی رو آغاز کنه. بلند به زمین تیم کیانسام ضربه سر رو محروقی میزنه. 44 محمد نژاد. صالحی عزیزپور توپ رو به بیرون میزنه. غلیایی پرتاب اوت رو باید انجام بده. بلند 77 محمد نژاد و اعلام خطا میشه از خیری بر روی او. اعلام خطا کرد قاضی میدان حسین خیری که از این سوت داور ناراضی است و اعتقاد داشت باید ادامه بازی رو اعلام میکرده. داور بازی موقعیت خوبی است برای بازیکن تیم کیانسام. ارسال رو باید از سمت راست دروازه تیم داماش انجام بدن. غلامی پشت توپ قرار گرفته. خب غلامی ارسال رو انجام میده. خطرناک ضربه سر رو عزیزپور میزنه. اعلام خطا میشه به سود داماشی ها. چندین نفر از اعضای کادر فنی تیم کیانسام رو ما میبینیم که با هر سوت قاضی میدان اعتراضات خودشون رو نشون میدن و یه مقدار امر قضاوت رو برای این داور جوان دارن سخت میکنن. خیری کوتاه کار میکنه با عزیزپور. توپو به صفایی رسونده. خود صفایی رو به عقب با دلاور به زیر توپ میزنه. محروقی ضربه سر رو میزنه. صالحی به دنبال توپ. سعید طالبی و اعلام خطا میکنه از الیاس صالحی قاضی میدان. بازی رو تندوتیز آغاز میکنن. غلیایی ارسال بلند خطرناک. خیری دستور اعلام بازی رو میده. قاضی میدان رو به عقب. عزیزپور به زیر توپ. دوباره غلیایی. مصطفی از داماش. صالحی اشتباه از او. خطا به سود داماشی هاست. قاضی میدان داخل محوطه جریمه تیم داماش رفته که با اون بازیکنی که رو اون صحنه بر روی زمین افتاده یار شماره 10 رضا نژاد بلند میشه و به بازی خودش ادامه میده. یه مقدار تنش ها معامل بازیکنان زیاد شده و کارت زردی رو که به خیری میده قاضی میدان. یه کارت زرد رو هم به یار شماره 10 جواد رضا نژاد نشون داد. داور این بازی پرتاب رو باید بازیکن تیم داماش انجام بدن. عزیزپور کوتاه با صفایی بازی جوانمردانه رو انجام میدن و توپ رو به بازیکن تیم کیانسام میسپارن. رمزی به زیر توپ. موفق میساقیان علیزاده میخواست توپ رو به مصطفی برسونه که توپ به اون نرسید. دوباره رمزی میاد و به زیر توپ میزنه.
دلاور با ضربه سر، دوباره خود دلاور، صفایی، خیری بلند، ضربه سر از غلامی، 66 قبادی رو به عقب با رمزی به زیر توپو از اون سمت به بیرون رفت و پرتاب به سود داماشگاه‌ها اعلام شد. و 8 دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار بدون گل داره دنبال میشه. خیری توپ رو به صالحی میرسونه، توپ با دست او برخورد کرد و اعلام خطای هند رو میکنه قاضی میدان. خود رمزی میخواد بازی رو آغاز کنه. رمزی بلند به زمین تیم داماش، ضربه سر رو یا شماره 10 رضا نژاد زد. ظاهرا توپ او با سر خیری برخورد کرد و پرتاب به سود بازیکنان تیم کیانسام اعلام میشه. قلیایی رفته که پرتاب اوت رو انجام بده. خود قلیایی باید پرتاب اوت رو انجام بده. بلند به داخل محوطه جریمه داماش، ضربه سر رو دلاور میزنه. بازی رو تند و تیز آغاز میکنن. خطرناک رضا نژاد یا شماره 10 و خیری که توپ رو به کورنر میزنه. کورنر اول رو باید بازیکن تیم کیانسام بزنه. بابایی ارسال رو انجام میده داخل محوطه جریمه. خطرناک تو بس جلوی پای تمامی مدافعین و مهاجمین دو تیم رد میشه. اون گوشه زمین یا شماره 11 همچنان صاحب توپ. اعلام اوت میشه. بازی رو باید بازیکن تیم داماش از کنار دروازه خودشون آغاز کنن. خود اشکان توانا بازی رو آغاز میکنه. یا شماره 6 دلاوریان ضربه سر رو میزنه. علیزاده از داماش بلند به پشت مدافعین تیم کیانسام. یا شماره 5 باباخانی به زیر توپ میزنه. علیزاده توپ رو از دست میده. صفایی یه پاس توی عمق برای استفاده طالبی. توپو تند و تیزه. باباخانی اشتباه میکنه. صفایی از داماش همچنان صاحب توپ. میساقیان ارسال رو انجام میده داخل محوطه جریمه. رو سر همه رد میشه این سمت زمین. به زیر توپ میزنه. یار شماره 77 محمد نژاد، 10 رضا نژاد صاحب توپ. توپ رو از دست میده. یه لحظه در اون صحنه یار شماره 10 رضا نژاد احساس مصدومیت میکنه. لازم به ذکر من خدمتتون عرض کنم یه مقدار کیفیت این زمین هم زیاد جالب نیست و بازیکنان نمیتونن پاس‌های زمینی رو مابین هم رد و بدل کنن و 41 دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. تا این لحظه هیچ گلی رد و بدل نشده.
عزیزپور ضربه سر رو میزنه. بلند برای استفاده محروقی، خود محروقی با تلاش خودش توپ رو میگیره. احسان محروقی جوان توپ رو به طالبی میرسونه، خطرناک پشت محوطه جریمه. علیزاده از داماش ارسال رو برای صالحی انجام میده. خود الیاس صالحی سمت چپ برای میساقیان، ارسال خطرناک، دوباره طالبی، توپو به عزیزپور نرسید. یه لحظه میخواست عزیزپور موفقتر. دلاور به زیر توپ میزنه. خود سعید دلاور، غلامی به سمت راست دفاع خودشون و زارعی که به زیر توپ میزنه. توپ از این سمت به طالبی رسیده. صفایی جنای بازی رو تغییر میده برای صالحی که در استوپ توپ یه مقدار دچار مشکل میشه. لازمه که باز هم من بگم این کیفیت زمین باعث شده که توپایی که به بازیکنان میرسه یه مقدار پلکانی بشه و در دادن پاس بازیکنان دو تیم دچار مشکل بشن. خود صالحی از داماش توپ به علیزاده رسیده. میساقیان ارسال بلند رو انجام میده میانه های میدان. صفایی با ضربه سر توپ رو به پویا عزیزپور رسونده. خود عزیزپور رو به عقب با صفایی میخواست مصطفایی رو صاحب توپ کنه. غلامی توپ رو به قبادی میرسونه. باز هم اشتباه از مدافعین تیم کیانسام. سعید طالبی باید حرکت رو انجام بده. خود طالبی با علیزاده کار میکنه. دوباره طالبی رو به عقب با دلاور. بلند غلامی توپ رو به یار شماره 11 خودشون یعنی علیزاده میرسونن. خود علیزاده خطرناک و یک دفاع موفق از خیری. توپ این سمت به صفایی رسیده. علی مصطفایی توپ رو به سمت چپ میبره برای علیزاده. یار شماره 11 ایمان علیزاده بود که در اون صحنه دچار مصدومیت شده و بر روی زمین افتاده. چهل و چهارمین دقیقه بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. بازی که بدون گل داره دنبال میشه و در دقایق از بازی توپ در زمین تیم داماش و در دقایق دیگر هم در زمین تیم کیانسام بوده. بازی جوانمردانه رو بازیکن تیم کیانسام انجام میدن. خود توانا بلند ارسال میکنه. صالحی با ضربه سر. خیری، دلاوریان، دوباره علیزاده از داماش توپ به علی مصطفایی رسیده و اعلام خطا میشه بر روی علی مصطفایی. خدمتتون عرض کنم اگر گلی زده بشه باید روی ضربات ایستگاهی باشه. کیفیت زمین بازی اون اجازه رو به بازیکنان دو تا تیم نمیده که بر روی زمین کار کنن و علی مصطفایی است که پشت توپ قرار گرفته که ارسال بلند رو انجام بده. دقیقه 45 بازی است. ضربه کاشتر بازیکن داماش میزنن داخل محوطه جریمه. ضربه سر از مدافعین تیم کیانسام. طالبی رو به عقب با خود مصطفایی دوباره ارسال رو انجام میده.
خطرناک. دلاور یه لحظه توپ از پای او جدا شد. دوباره این سمت توپ به بازیکن داماش رسیده. صالحی برای علیزاده ارسال رو انجام میده. خطرناک. باز هم ضربه سر از یار شماره 3 زاره. توپ رو به 11 علیزاده میرسونن. میخواد جنای بازی رو تغییر بده. حالا یه پاس توی اون پشت مدافعین تیم داماش. یار شماره 6 به سمت چپ میاره. صالحی میاد و به این قائله خاتمه میده. ظاهراً اعلام آفساید کرده از یار شماره 77 محمد نژاد. دیگه باید کم کم ما منتظر اوقات طرف شده بازی باشیم. توانا باید بازی رو آغاز کنه. بلند به زمین تیم کیانسام ضربه سر رو غلامی میزنه. دلاور از داماش برای عزیزپور بلند ضربه سر رو صالحی زد. محروقی صاحب توپ رو به عقب. یک و دو رو انجام میدن بازیکن تیم داماش. توپ از دست میره. کارت زرد رو قاضی میدان به میلاد صفایی میده. اگر اشتباه نکنیم در اون صحنه توپ رو با دست خودش زد میلاد صفایی. رامین رمزی کوتاه کار میکنه با مدافع خودشون. باباخانی اشتباه از باباخانی و پرتاب به سود داماشی ها. میساقیان باید پرتاب اوت رو انجام بده. بلند برای محروقی به زیر توپ میزنه. غلامی باز هم اعلام خطا میشه از دلاور. خود باباخانی پشت توپ قرار گرفته که این ضربه کاشته رو برای بازیکن تیم کیانسام بزنه. بلند به محوطه جریمه داماش ضربه سر. موفق مصطفایی به زیر توپ میزنه. صالحی به دنبال توپ درگیر با 44 قلیایی و توپی که به بیرون رفت و اعلام پرتاب اوت میشه به سود بازیکنان تیم داماش گیلان. عزیزپور پرتاب بلند رو انجام میده. علیزاده توپ رو به سعید طالبی رسونده. توپ از دست میره. قلیایی صفایی برای عزیزپور توپ رو به سعید طالبی رسوندن. جنای بازی رو باید تغییر بدن. توپ رو پس میگیرن بازیکن تیم کیانسام. تند و تیز به زمین تیم داماش میارن توپ رو. خطایی رو که صفایی بر روی 66 قبادی انجام داد و بازی رو باید آغاز کنن. مدافعین تیم کیانسام به سمت راست میبرن. برای شماره 3 زاره ارسال رو بلند انجام میده. خطرناک ضربه سر. یک ضربه و توپی رو که
توانا جمع و جور میکنه. اینم سوت پایان نیمه اول بازی که با حساب بدون گل به پایان رسید و با 15 دقیقه استراحت با شروع نیمه دوم ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با گزارش نیمه دوم بازی مابین تیم‌های داماش گیلان و کیانسام بابل در خدمتتون هستیم. من ترکیب دو تیم رو برای بینندگانی که از این لحظه بازی ما رو دارن مشاهده میکنن اعلام کنم. در تیم داماش اشکان توانا در درون دروازه قرار گرفته. عزیزپور، دلاور، طالبی، علیزاده، صالحی، خیری، صفایی، مصطفایی و محروقی 11 مرد تیم داماش رو تشکیل میدن. و در تیم مقابل رمزی، زاره، باباجانی، دلاوریان، رضا نژاد، علیزاده، غلامی، بابایی، غلیایی، قبادی و محمد نژاد پای به میدان گذاشتن. دو تیم با همون ترکیب‌های اولیه خودشون بازی رو در نیمه اول بدون گل به پایان رسوندن و از دقایق پیش سوت آغاز نیمه دوم بازی هم زده شده. بازی رو آغاز میکنن. یار شماره 11 علیزاده توپ به سعید طالبی میرسه، توپ رو به بیرون میزنه. کاپیتان امروز داماشی ها یعنی سعید طالبی. پرتاب رو باید مدافعین تیم کیانسام انجام بدن. زاره کوتاه کار میکنه با علیزاده، ارسال بلند رو انجام میدن. توپ از روی سر عزیزپور رد شده. صالحی توپ رو به یار شماره 44 غلیایی میسپارن، ارسال رو انجام میدن. خطرناک. سعید دلاور توپ رو دفع میکنه سمت راست. الیاس صالحی رو راه میندازن. صالحی و اعلام خطا میشه بر روی او. تیم داماش بر روی نیمکت خودش محمد رستمی، رضا زاهد تبار، نجات و چند گزینه دیگر رو هم داره. سعید طالبی پشت محوطه جریمه سرنگون میشه، به سمت راست میبرن برای عزیزپور. حالا ارسال رو انجام میده. خطرناک. دفع توپ از غلامی صورت میگیره. مصطفایی به سمت راست برای عزیزپور یه سر توپ رو میزنه و پرتاب برای داماشه ها به دست میاد. بهتاش میساقیان داره میره اون گوشه زمین که پرتاب بلند رو انجام بده برای داماشی ها. خود میساقیان پرتاب بلند رو انجام میده. ضربه سر رو مدافعین تیم کیانسام میزنن. صفایی درگیر با غلامی، موفق‌تر غلامی توپ رو به سمت راست میارن. عزیزپور با یک پاس دقیق توپ رو به توانا رسوند. یه لحظه میرفتن که بازیکن تیم کیانسام ضد حمله خطرناکی رو انجام بدن. سعید زاره پرتاب رو انجام میده. چندین متر جلوتر پرتاب این بار به سود داماشی هاست. دقیقه 47 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. بازی که در نیمه اول بدون گل به پایان رسید و دو دقیقه از نیمه دوم رو هم پشت سر گذاشتیم. پرتاب رو باید میساقیان برای داماش انجام بده.
بلند محروقی ضربه سر رو میزنه، صالحی به دنبال توپ به زیر توپ میزنه. 44 قلیایی. میساقیان رها میکنه که توپ به بیرون بره و پرتاب اوت رو انجام بدن بازیکن تیم داماش. باز هم بلند محروقی ضربه سر میدن که بازی جوانمردانه انجام بشه. توانا بلند به زمین تیم کیانسام، دو بازیکن از تیم کیانسام به زیر توپ میزنه. یار شماره 11 علیزاده. خود میساقیان پرتاب بلند رو انجام میده. محروقی با ضربه سر توپ رو به صالحی میرسونه. یه پاس توی عمق برای استفاده طالبی که توپ به او نرسید و رامین رمزی توپ رو جمع و جور کرد. بازی رو آغاز میکنه با ضربه بلند. توپ از اون سمت به توانا رسید. ضربه بلندی رو که رمزی زده بود. توانا تندوتیز آغاز میکنه. صفایی با مصطفایی. حالا یه پاس بلند برای استفاده صالحی سمت چپ دفاع تیم کیانسام و توپی رو که صالحی از دست داد و از اون سمت به بیرون رفت. رمزی آغاز کننده بازی است. بلند به زمین تیم داماش. توپ به یار شماره 10 رضا نژاد رسیده. محمد نژاد توپ از دست میره. خیری از داماش به زیر توپ میزنه. دوباره یار شماره 6 دلاوریان. علیزاده موفقتر عزیزپور. تکلی رو که دلاوریان زد و پرتاب به سود داماشی هاست. پرتابوت رو عزیزپور باید انجام بده. بلند برای استفاده محروقی ضربه سر رو مدافعین تیم کیانسام زدن. موقعیت خوبی است برای اونا. غلامی به سمت راست میاره برای زاره. سعید طالبی به نزد اومده. رو به عقب کار میکنه با دلاوریان و ارسال بی هدفی که یک تیکه به بیرون رفت و بازی باید از کنار دروازه تیم داماش به جریان در بیاد. اولین تعویض در تیم داماش باید صورت بگیره. نصرالله درفشی باید به جای علی مصطفایی به بازی بیاد و تا شاید یه مقدار آهنگ هجومی تیم داماش تقویت بشه و اونا بتونن از این بازی استفاده کنن. بابا جانی به زیر توپ میزنه. صفایی رو به عقب با دلاور. بلند برای محروقی با ضربه سر به درفشی میرسونن. اعلام خطا میشه بر روی درفشی. یک کارت زرد رو به یار شماره 23 بابایی میده قاضی میدان. دقیقه 54 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. بازی که داره بدون گل دنبال میشه. صفایی پشت توپ قرار گرفته که این ارسال رو
انجام بده. خود صفایی بلند به داخل محوطه جریمه، پشت محوطه جریمه شوتی رو که میساقیان میزنه. بازیکن داماش اعتقاد داشتن که توپ با دستان مدافعین تیم کیانسان برخورد کرده. دوباره داماشی ها، صالحی ارسال بلند و رمزی که اومد توپ رو جمع و جور کرد. توپ رو به بیرون میزنن که به وضعیت بازیکن مصدومشون رسیدگی بشه. یا شماره 66 احسان قبادی. خب ما خدمت بینندگان که دارن صدا و تصویر ما رو از سایت رسمی باشگاه تیم داماش میشنون سلام دوباره رو عرض میکنم. دقیقه 55 بازی است. از همکنونم شما میتونید صدا و تصویر ما رو از شبکه اینترنتی آنتن داشته باشید. بازی که داره به طور مستقیم هم از سایت داماش و هم شبکه اینترنتی آنتن پخش زنده میشه. دیداری که مابین تیم داماش گیلان و کیانسام بابل در استادیوم هفتم تیر بابل در جریان است. خود رمزی بلند به زمین تیم داماش، سعید دلاور ضربه سر اول رو زد، توپ به سعید طالبی رسید، توپ رو از دست میده. غلامی از کیانسام، موفق مدافع چپ داماش یعنی میساقیان، صفایی باز هم به زیر توپ میزنن. مدافع تیم کیانسام خیری از داماش به سمت راست میبره برای عزیزپور، رو به عقب با خیری، ارسال بلند برای صالحی. 66 قبادی توپ رو به دلاوریان رسوند. این سمت غلامی یه پاس بلند و توپی که باز هم بی هدف از این سمت آرام به بیرون رفت و بازی باید از کنار دروازه تیم داماش به جریان در بیاد. توانا پشت توپ ضربه رو بلند میزنه. ضربه سر یار شماره 11 علیزاده، 10 رضا نژاد یه پاس توی عمر رو میده که اعلام آفساید میکنه. بازی رو تند و تیز بازیکن تیم داماش به جریان در میارن. عزیزپور، درفشی توپ رو از دست میده. موفق تر یار شماره 23 بابایی، رضا نژاد برای دلاوریان به سمت چپ برای محمد نژاد، رو به عقب با غلیایی، باباجانی، ارسال بلند به سمت چپ دفاع تیم داماش و طالبی که اومد توپ رو جمع و جور کرد. میلاد صفایی توپ رو به درفشی میرسونه. اون سمت باید راه بندازه عزیزپور. حالا یه موقعیت خوب برای بازیکن تیم داماش. عزیزپور جلوی بازی رو تغییر میده. خطرناک برای محروقی. توپ به او رسید و صاحب توپ خود احسان محروقی است. صفایی در عرض کار میکنه با علیزاده. جلوی بازی باز هم تغییر میکنه برای عزیزپور. توپو از دست میده پویا عزیزپور. ناچار میشه که خطا رو بر روی یار شماره 44 غلیایی انجام بده. بازی رو کوتاه آغاز میکنن. غلیایی به زیر توپ میزنه. میساقیان ضربه سر اول رو زده. صفایی، سعید طالبی صاحب توپ به گوشه سمت راست برای عزیزپور. یه پاس توی عمق برای طالبی، رو به عقب با درفشی، خود نصرالله درفشی حالا ارسال رو انجام میده. توپ از روی سر تمامی بازیکنان رد میشه و محروقی است که به دنبال توپ
موفق‌تر یار شماره 3 زاره دلاور ضربه سر رو میزنه، اعلام خطا میشه از دلاور، میتونست اعلام خطا نکنه. آقای میساقیان رو میبینیم که با داور داره صحبت میکنه و به تصمیم او معترض است. زاره پشت توپ قرار گرفته، ارسال رو بلند انجام میده داخل محوطه جریمه داماش، ضربه سر و توپی که با اختلاف کمی از بالای دروازه داماش به بیرون رفت. ضربه سر رو اگر اشتباه نکنیم رضا نجات زده بود. اشکان توانا بود بازی رو آغاز کنه. دقیقه 61 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. حساب کار بدون گل داره دنبال میشه. درفشی به زیر توپ میزنه. غلامی ضربه سر رو زده. علیزاده از داماش، صفایی، رضا نژاد صاحب توپ رو بازیکن داماش تصاحب میکنن. صفایی کوتاه با علیزاده دریبل رو میزنه و دلاوریانی که علیزاده رو به خطا متوقف کرد. درفشی، خیری، صفایی به سمت راست برای عزیزپور، در عرض با صفایی توپ از پای او جدا شد و به بازیکنان تیم کیانسام رسید. به سمت چپ میبرن برای رضا نژاد، مقابل خودش خیری رو داره، در عرض کار میکنه با یار شماره 77 محمد نژاد. همچنان محمد نژاد صاحب توپ سر توپ رو میزنه و یک خطا رو یه جورایی از بازیکن تیم داماش گرفت محمد نژاد. صفایی رو به خطا متوقف کرد. موقعیت خوبی که برای بازیکن تیم کیانسام به دست اومده و باید ببینیم چگونه از این توپ استفاده میکنن. خود باباجانی ارسال رو انجام میده، ضربه سر رو دلاور زد و ارسال بلند از زاره اون گوشه زمین که توپ او یک تیکه به بیرون رفت و بازی باید از کنار دروازه تیم داماش به جریان در بیاد. خود توانا باید بازی رو آغاز کنه. حالا بعد از دقایقی توقف در این بازی باید به جریان در بیاد. خیری از داماش، محمد رستمی صاحب توپ، علیزاده رو صاحب توپ کرده، به سمت راست برای
سعید طالبی اعلام اوت میشه به سود بازیکن تیم کیانسان. بازی رو تند و تیز آغاز میکنن. رضا نژاد صاحب توپ، موفق‌تر خیری و باز هم اعلام خطا میکنه قاضی این بازی. بابایی پشت توپ قرار گرفته که بازی رو آغاز کنه. ارسال بلند رو انجام میده. دوباره خیری ضربه سر اول رو زد. عزیزپور به دنبال توپ، موفق‌تر 77. محمد نژاد همچنان صاحب توپ، رو به عقب با قلیایی. توپ قلیایی هم از اون سمت به بیرون رفت و پرتاب رو باید بازیکن تیم داماش انجام بدن. شایان گوشی احمد امین است. خیلی از داماش باید بازی رو شروع کنه. دو تعویض هم در تیم کیانسام بابل انجام شد. یار شماره 10 و 21 از بازی خارج شدن و یار شماره 9 و 7 برای اونا به بازی اومدن. طالبی توپ رو به علیزاده رسونده. موفق‌تر دلاوریان، گوشه زمین درگیر با علیزاده. اعلام اوت میشه به سود تیم کیانسام بابل. پرتاب رو قلیایی انجام میده. ضربه سر رو سیامک علیزاده زده. عزیزپور، دلاور با ضربه سر برای صالحی. درفشی صاحب توپ میشه. سمت راست عزیزپور، سعید طالبی صاحب توپ، توپ رو از دست میده. 23 بابایی به زیر توپ میزنه. دوباره صالحی از داماش. محمد رستمی، یه پاس بلند که به میثاقیان نرسید و توپ به بیرون رفت. رمزی کوتاه کار میکنه با یار شماره 3 زاره، بلند به زمین تیم داماش. دلاور ضربه سر رو میزنه. یار تازه وارد شماره 9 تقوایی. دوباره زاره، دلاور با ضربه سر برای صالحی. محروقی صاحب توپ میشه. درفشی توپ رو به علیزاده میرسونن. توپ اولو میره. دوباره دلاوریان، درفشی صاحب توپ. روی چند صحنه برخوردهای نسبتا شدیدی رو داشتن بازیکن دو تا تیم و در نهایت اعلام خطا میکنه قاضی میدان به سوی تیم داماش گیلان. هفتاد دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار همچنان بدون گل. محروقی توپ رو به صالحی رسونده. یا شماره 7 علیزاده سمت چپ 44 قلیایی رو راه انداختن. 77 محمد نژاد، قوادی برای زاره، یه مقدار عجله کرد و توپ به توانا رسید.
محمد رستمی میانه های میدان توپ را از دست میدن. دلاور صاحب توپ و اعلام خطا میشه. یه لحظه آقای حامدی قاضی میدان میخواست به بازی ادامه بده که اعلام خطا میکنه به سود تیم کیانسام بابل. دقیقه 72 بازی است و ضربه کاشته که برای بازیکن تیم کیانسام درست در نقطه‌های میانی میدان به دست اومده. قلیایی ارسال رو تندوتیز انجام میده. ضربه سر رو میساقیان زده. سعید طالبی موفق توپ رو برمیداره و توپ به خطا متوقف میکنن. خود دلاور پشت توپ کوتاه کار میکنه با میساقیان. بلند توپ به محروقی رسیده. خود محروقی صاحب توپ ارسال رو انجام میده. خطرناک توپی رو که رمزی اومد جمع جور کرد. اعلام خطا میشه از صالحی برای او. رمزی آواز کننده بازی است. بلند دلاور با ضربه سر توپ به بیرون میره. پرتاب رو باید زاره انجام بده. پرتابوت رو انجام میده. درفشی تقوی توپ به توانا میرسه. توانا بلند ضربه سر رو دلاوریان میزنه. عزیزپور درگیر با تقوی به زیر توپ. صالحی باز هم اعلام خطا میشه از محروقی بر روی بابایی. خود بابایی ارسال بلند داخل محوطه جریمه. دلاور ضربه سر رو میزنه. یک شوت از زاره و توپی که با اختلاف کم از بیرون میره. مدافع راست تیم کیانسام دقیقه 73 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. بازی که بدون گل داره دنبال میشه. توانا بازی رو آغاز میکنه. سعید طالبی درگیر با علیزاده توپ به محروقی رسیده. درفشی باید راه بندازه صالحی رو. خود درفشی همچنان صاحب توپ به سمت راست میبره. پرتاب رو باید بازیکن تیم داماش انجام بدن. من بازم خدمتتون عرض کنم که شما صدا و تصویر ما رو از سایت رسمی باشگاه داماش گیلان و همچنین تلویزیون اینترنتی آنتن میتونید داشته باشید.
بازی که داره به طور زنده از استادیوم هفتم تیر شهر بابل پخش میشه. گوشه زمین یار شماره 44 قلیایی است که بر روی زمین افتاده و باید ببینیم میتونه به بازی ادامه بده یا خیر. حالا میتونن اون یار شماره 44 رو به بیرون هدایت کنن. بعد از چند دقیقه تعلل این کار رو انجام میدن. خیری پرتوت رو انجام میده و توپو یک تیکه به بیرون رفت. تو باید از کنار دروازه تیم کیانسان به جریان در بیاد. دو تعویض باید در تیم کیانسان انجام بشه. یار شماره 99 آهنگر و 2 میرحاجی میخوان برای تیم کیانسان به بازی بیان. ظاهرا یار شماره 44 قلیایی نمیتونه به بازی ادامه بده و باید از بازی خارج بشه. رمزی بازی رو آغاز میکنه. سعید دلاور ضربه سر اول رو زده. حالا دستور تعویض رو میده قاضی میدان و میرحاجی هم به بازی میاد. 99 آهنگرم به جای یار شماره 11 علیزاده به بازی اومد. رستمی با ضربه سر برای درفشی. صالحی رو به عقب با عزیزپور برای درفشی. محروقی تو بر دست میره. تقوی ضربه سر رو میزنه. میساقیان به دنبال تو موفق. یار شماره 99 آهنگر موقعیت خوبی است. حالا ارسال زمینی انجام میدن و دلاور دفع توپ رو انجام میده و کرنر به سود بازیکن تیم کیانسان به دست میاد. احمد رضا محمد نژاد با ارسال کرنر رو انجام بده. ارسال بلند خطرناک داخل محوطه جریمه و محروقی که به زیر توپ میزنه. طالبی میساقیان باز هم به زیر توپ. سعید طالبی با ضربه سر. حاجی توپ به طالبی رسیده. اعلام خطا میشه بر روی او. محمد نژادی که بر روی طالبی خطا رو انجام داد. رستمی بازی رو آغاز میکنه با خیری به سمت راست برای عزیزپور. علیزاده سمت راست رو راه میندازن. صالحی صاحب توپ. خود صالحی رو به عقب با
علیزاده در عرض با محمد رستمی به سمت چپ برای میساقیان. سعید طالبی دوباره یک و دو رو با میساقیان انجام میده. موفق مدافع تیم کیانسام به زیر توپ میزنه. پرتاب به سود بازیکن تیم کیانسام. دو تعویض هم برای تیم داماش باید انجام بشه. سیامک علیزاده از بازی خارج شد و کیانوش میرزایی به بازی اومد و رضا زاهد تبار هم باید ببینیم اگر اشتباه نکنیم به جای صالحی میخواد به بازی بیاد. طالبی با ضربه سر توپ رو به محروقی میخوان برسونن. اعلام خطا میشه از محروقی. رمزی بازی رو کوتاه آغاز میکنه با بابایی به زیر توپ میزنه. عزیزپور ضربه سر اول رو زده. ظاهرا درفشی در تله آفساید مدافعین تیم کیانسام گرفتار شد و اعلام آفساید کرد. در اون صحنه بابایی پشت توپ قرار گرفته، ارسال بلند رو انجام میده. سعید دلاور ضربه سر رو میزنه، خطرناک، یک ضربه و چه عکس العملی رو انجام میده اشکان توانا. یه لحظه اشتباه میساقیان و دلاور میرفت که کار دست داماشیا بده که اشکان توانا با یک شیشه قشنگ توپ رو به بیرون هدایت کرد. کورنر برای بازیکن تیم کیانسام بابل. کورنر رو ارسال میکنن، توانا دفع توپ رو انجام میده. اعلام خطا میشه بر روی او. دقیقه 85 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. بازی که همچنان بدون گل داره دنبال میشه. توانا بازی رو به جریان در میاره. محروقی ضربه سر رو میزنه. محمد رستمی میتونه اعلام خطا کنه بر روی سعید طالبی. میساقیان با ضربه سر آقای میساقیان هم به نظر قاضی میدان اعتراض داره. در اون صحنه میتونست اعلام خطا کنه بر روی سعید طالبی. حالا یک کارت زرد رو هم به آقای میساقیان میده قاضی میدان. پرتاب رو باید حاجی انجام بده. پرتاب بلند، کیانوش میرزایی با ضربه سر خطرناک پشت محوطه جریمه دو سه تا بازیکن داماش رو دریبل میزنه. توپ رو به یار شماره 7 میرسونه، خطرناک، باز هم توانا. یک عکس العمل دیگر رو هم توانا انجام داد و ممانعت کرد از ثمر رسیدن گل تیم کیانسام. عزیزپور رو به عقب با میرزایی بلند برای زاهد تبار، توپ رو به درفشی میرسونن. رستمی رو صاحب توپ میکنه، به سمت چپ میاره برای میساقیان. طالبی صاحب توپ، خود سعید طالبی و
اعلام اوت میشه به سود تیم کیانسام بابل. حاجی پرتاب بلند رو انجام میده، اعلام خطا میکنه از دلاور. میرحاجی باید بازی رو آغاز کنه. خود میرحاجی پشت توپ قرار گرفته، بلند ارسال رو انجام میده، ضربه سر رو بازیکنان تیم داماش زدن. اعلام خطا میشه از زاهد تبار بر روی یار شماره 3 زاره. در این دقایق خطاهای زیادی رو بازیکنان داماش دارن به تیم مقابل میدن. ضربه کاشتر رو بازیکن کیانسام ارسال میکنن. موفق‌تر مدافعین تیم داماش. زاهد تبار با ضربه سر، میرحاجی به زیر توپ میزنه، رستمی توپ به یار شماره 66 رسید و اونم توپ رو از دست داد. درفشی حالا یه پاس توی اون برای زاهد تبار، خطرناک. زاهد تبار همچنان صاحب توپ و رمزی که اومد توپ رو به بیرون زد. سنگربان تیم کیانسام پرتاب رو کیانوش میرزایی برای داماش باید انجام بده. بلند به داخل محوطه جریمه، خطرناک، به زیر توپ میزنه. تقوی این سمت عزیزپور صاحب توپ شده. باز هم بلند برای استفاده محروقی که رمزی اومد جمع کرد. بازی رو تند و تیز آغاز میکنن. عزیزپور با ضربه سر اون سمت توپ تو به زاهد تبار رسون. خود زاهد تبار، رستمی جنای بازی رو تغییر میده. سعید طالبی داخل محوطه جریمه، ارسال زمینی خطرناک و دفع توپ انجام میشه. این سمت میساقیان به دنبال توپ و پرتابی که باید بازیکن داماش انجام بدن. محمد رستمی با درفشی، میرزایی صاحب توپ، رو به عقب با خیری، کوتاه با درفشی به سمت راست برای عزیزپور، ارسال بلند، ضربه سر رو میزنن مدافعین تیم کیانسام. میساقیان توپ رو به رستمی رسوند، توپ او رو زدن و اعلام خطا کرد به سوی تیم کیانسام بابل. رمزی بازی رو آغاز میکنه. عزیزپور با ضربه سر، بابایی به زیر توپ میزنه. دلاور اعلام خطا میشه بر روی او. خیری پشت توپ قرار گرفته، رها میکنه که توانا بازی رو آغاز کنه. محروقی ضربه سر رو میزنه، دوباره محروقی، رستمی، توپی که از این سمت بیرون رفت. پرتاب رو باید بازیکن تیم داماش انجام بدن. میساقیان پرتاب بلند، اشتباه از بازیکن تیم کیانسام.
کیانوش میرزایی در میانه های میدان، پویا عزیزپور موفق، حالا توپ رو به سمت راست میبره برای زاهد تبار، دوباره عزیزپور رو صاحب توپ کردن، باید ارسال رو انجام بده. حالا ارسال بلند خطرناک داخل محوطه جریمه و توپی که دفع میشه. حالا یه لحظه درگیری هم مابین بازیکنان دو تیم صورت میگیره. بازیکن داماش اعتقاد داشتن در اون صحنه با توپ رو به بیرون میزدن. تمامی اعضای کادر فنی تیم کیانسام داخل زمین اومدن و اعتراض داماشیام به حق بوده. اونا اعتقاد داشتن که باید در اون صحنه توپ رو به بیرون میزدن. دیگه باید کم کم به این قائله پایان بدن و حالا اعتراضی رو که داماشی انجام داده بودن بر روی صحنه‌ای بود که میتونستن توپ رو به بیرون بزنن. من نمیدونم، حالا بازی هم که بدون تماشاگره، حدوداً 100 هوادار کیانسام بابل هم در استادیوم حضور دارن و دارن اعتراض خودشون رو به داور بازی یه جورایی نشون میدن. ناظر بازی اعضای کادر فنی دو طرف رو دعوت به آرامش میکنه و از اونا میخواد که با آرامش بیشتری بازی رو دنبال کنن. شما صدای تشویق هواداران رو هم میشنوید. حالا یه جورایی این قانون باید در تمام استادیوم ها رعایت بشه. تنش‌ها همچنان مابین سکو و داخل زمین. سرپرست تیم داماش هم اعتراض خودش رو به ناظر بازی داره اعلام میکنه. ظاهرا این بازی باید بدون حضور هواداران انجام میشد و نمیدونیم چه جوریه که این تعداد هوادار به داخل زمین اومدن و دارن اعتراضات خودشون رو به داور و بازیکنان تیم داماش انجام میدن.
حالا اونجا هم نیرو انتظامی ظاهرا حضور داره و نمیتونه این هوادارا رو به بیرون از استادیوم هدایت کنه و کارت قرمز رو میاد به علی نظیفکار میده و او رو اخراج میکنه، یکی از اعضای کادر فنی تیم داماش، و یکی دیگر از اعضای کادر فنی تیم کیانسام رو هم اخراج میکنه. قاضی این میدان در دقایق پایانی بازی بودیم که روی یک صحنه اعتراضاتی انجام شد و دقایقی است که بازی متوقف شد و باید هرچه زودتر بازی به جریان در بیاد. با توجه به اینکه تیم داماش انتظار داشتیم که بازی راحت‌تری رو داشته باشن و این هم سوت پایان بازی و بازی که با تساوی بدون گل به پایان رسید و یک امتیازی که داماش از این بازی کسب کرد. خب بازی‌های بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و خدا